دقیقاً با مبلغ 500,000 یورو در منطقه فرمانیه تهران، اکشافله در بارسلونا چه ملکی رو میتونید خریداری بکنید؟ با ما همراه باشید. در این قسمت از بنا ما سالنی داریم با 2 کاربری که شما میتونید اون رو به عنوان اتاق نشیمن و یا ناهارخوری استفاده بکنید. در انتهای این سالن ما آشپزخونه رو داریم که مجهز به یخچال، فر و گاز هستش که گاز اون الکترونیکی هست. بریم به قسمت نورگیر ملک. در این قسمت شما میتونید اون رو با یک مبل زیبا دیزاین بکنید و در ساعات مختلف روز از نور لذت ببرید. بریم به سمت اتاق‌ها. این بنا با 95 متر مساحت دارای 2 سرویس خواب و 2 سرویس بهداشتی هستش که یکی از سرویس های خواب مستر هست. مهمترین مزیت این ملک اکستریر بودن اون هست، به این معنا که نورگیر هستش و اکثر پنجره های اون رو به خیابان اصلی هست. طراح این ملک بسیار هوشمندانه عمل کرده و با ساخت یک سری کمد دیواری در 2 اتاق خواب به بهترین نحو از فضا استفاده کرده.